با اعلام رسمی اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، روند 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله جدیدی شد. آخرین خبرهای انتخاباتی رو در این بخش پیگیر باشید. سلام، بهم گفتن فضای بانشاد و فضای رای دادن باشه. من کرمم، من رای میدی، تو رای میدی، ما هممون با همدیگه رای میدی، اون رای میدی، همه رای میدی. من داداش غلام مرحومم، اخوی کوچیکشم، اومدم اینجا تا انتقامشو بگیرم. میریم تو سطح شهر یه گزارش تهیه میکنیم، مردم رایشون رو کجا میدی؟ حالا بیا صندوقو بگی دنبالم، بیا رای میدی، تو رای میدی، کرم رای میدی. تمام اقشار جامعه رای میدن، حتی کشاورزان جان برکف. کی بشد بده رای، بی مگه که بیت بشد بده رای، اخواه که کوفتت بشه این رای. پدر جان خسته نباشی. ته نباشی پیرت نباشه، هفت جد آبادت نباشه، با هم بیل به پشت بیل بزنم ملاج سر دو قاش باشه. پدر ظاهرا خیلی خسته ای. باطننم خیلی خسته‌ام. واسه همین جمعه میخوام لنگمو بندازم رو لنگم، بشینم قشنگ چغندر تیار کنم بخورم، قشنگ چاق و چله بشم، قلبهام رگ بکشه. یعنی رای نمیدی؟ نه دیگه، پارسال رای دادم تمام ترهام سوخت. پدر جان اب نداره، نباید توقع داشته باشی که با رای دادن محصولاتت بیشتر شه. مگه مثل دیوانم؟ رای میدن که خلاصه محصول بیشتر بشه دیگه. پول که علفت نیسته که. عزیز من، رای دادن که پول نمیخواد، تازه یه چیزم به دستی میدن. پس اگه دستی میدن پس معلومه جنسش خوب نیست دیگه، معلومه این حیوانیه، شیمیاییه. نگفتی تا آخر چه؟ نه گرفتی ما رو پدر؟ نه نگرفتم، الان گرفتمه. بابات که قد بکشه، فهمیدی؟ نه برو اونجا بزن شط خورده کله کن بازی بزنم سرت شط بزن. ببخشید آقا، یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم من از کجا فهمیدم که شما دارید گزارش تهیه می‌کنید؟ ببخشید شما؟ من همونم که قرار رأی بدم. صندوق کجاست؟ فقط شما صندوقو به من بدید، من برم پشت رأی بدم. شما کی هستید؟ بعد یه دکتر هستم. صبح 2 تا رأی بده، ظهر 2 تا رأی بده، شبم رأی و قرقره کن. از لحاظ پزشکی رای دادن چه مزیتایی داره؟ خیلی وضعیت‌ها داره، مثلا شریان خون رو وا می‌کنه، ضد سرطان، جلو آبروریزش میگیره، مثل شلغم میمونه. اهمیت شرکت تو این انتخابات چیه؟ اهمیتش خیلی زیاده، به خاطر اینکه من الان 3 تا مریض رو با شکم سفره تو اتاق عمل ول کردم اومدم اینجا رأی بدم. شما چطور دکتر شدید؟ من به همه چی رأی دادم. بعد از 7 سال که دوره، چون 7 ساله الان مدرکم اومده، رأی بدم. رأی بدید دکتر بشید. خوب بود نه؟ اگه من دکترم پس چرا همیشه مریضم؟ هم رای میدم، هم یه کمیته دارم واسه اونایی که رای نمیدن. یا آبداری و چیکی، یا اوراموباشی، یا جودانسوکی واسه اونایی که رای نمیدن. زینکوتسو تو حوزه انتخاباتی میشینم واسه اونایی که رای میدن. یه اسمیام ودو رای بده. فکر میکنی دادن رای چه تأثیر در کسب افتخارات ورزشی داره؟ هم آدم رو فرم میاره، همین که وقت دستو میکشی رای رو میندازی تو صندوق، واسه عضلات پشت شیشه چی؟ مثبته، یعنی میکشه بالا. اگه طرف دیگه هم بدون اینکه بدنت آماده باشه میفرستد برای مسابقات چی؟ جهانی. من خودم اون موقعی که رای میدم تا حالا 2 دفعه رفتم چی؟ مسابقات جهانی. از اون موقعم 2 بار طلای کشوری رو گرفتم. این دورم مسابقاتم چون تنها ورزشکاری هستم که رای میدم، هم برنز هم نقره رو درو میکنم. خوب بود؟ اگه من همیشه ورزشکاری هستم که اول میشم طلا میگیرم، برای چی داور دست وکی رو بلند میکنه؟ چون رای میدم. رای بده طلا بگیر.